سرخط خبرها: هشدار به اسلام آباد، تداوم جنگ با افغانستان مقدمه فروپاشی پاکستان است. هند نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد. هشدار نظامی ایران: در صورت هر نوع اقدام نیروهای مسلح سیلی محکمتر به دشمن خواهد زد. و نتانیاهو درباره آرزوی تولدش گفت: مهار تهدید هسته‌ای ایران را گرفتم، اما قبل از آن چند کار نیمه. مشروع خبرها: هشدار به اسلام آباد، تداوم جنگ با افغانستان مقدمه فروپاشی پاکستان است. رئیس مرکز تبیان طی یادداشت به اسلام آباد هشدار داد که تداوم جنگ با افغانستان میتواند مقدمه فروپاشی پاکستان باشد. او با اشاره به مقاومت تاریخی افغانها در برابر شوروی و سپس 20 سال ایستادگی در برابر نیروهای غربی تاکید کرد هر اقدام نظامی جدید پاکستان با پاسخ شدیدتر مجاهدان افغان مواجه خواهد شد و این کشور هم از جبهه نبرد و هم از ناهنجاری‌های داخلی به ویژه اقتصادی و ضربات سیاسی و نظامی جریان‌های معارض داخلی متحمل خسارت سنگین تا حد شکست خواهد شد. سعید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان طی یادداشت با هشدار به دولت پاکستان تاکید کرد که تداوم جنگ و دشمنی با افغانستان میتواند به فروپاشی و تجزیه خود پاکستان بیانجامد و این روند در نهایت تمام منطقه و جهان اسلام را متاثر خواهد کرد. رئیس مرکز تبیان در این یادداشت با اشاره به تجربه تاریخی مردم افغانستان در مقاومت در برابر شوروی سابق و سپس ایستادگی 20 ساله در برابر نیروهای غربی و رهبری آمریکا تاکید کرده است که هر گونه اقدام نظامی جدید از سوی پاکستان با پاسخ قاطع‌تر مجاهدان افغان روبرو خواهد شد و این کشور را از درون و بیرون دچار بحران و شکست حتمی خواهد ساخت. وی همچنین هشدار داده است که اسلام آباد نباید به حمایت آمریکا و غرب دلخوش کند، چرا که آنان نه تنها توان حفظ متحدان خود را ندارند، بلکه تا به دیدن یک حکومت اسلامی دارای سلاح اتمی را نیز نخواهند داشت و در نهایت در صدد تضعیف و فروپاشی پاکستان خواهد بود. امریکا میتواند به اجرای برنامه‌های تجزیه طلبانه اسرائیل نیز منجر شود. هند نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد. وزارت خارجه هند اعلام کرد که نمایندگی دیپلماتیک این کشور در کابل به سطح سفارت ارتقا یافته است. این اقدام که پس از سفر اخیر وزیر خارجه کشور به هند انجام شده، نشان دهنده ارتقای روابط میان دو کشور است. در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که سفارت جدید همکاری‌های خود را در حوزه توسعه کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی با مردم افغانستان گسترش خواهد داد. این تصمیم در شرایط اتخاذ شده که دو کشور تلاش دارند روابط خود را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توسعه دهند. گفتنی است که چند روز قبل امیرخان متقی وزیر خارجه کشور در سفر مهم به هند با مقامات این کشور دیدار کرد. هند کاملا به حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال افغانستان پابند است. همکاری نزدیکتر ما به توسعه ملی افغانستان و ثبات منطقه کمک می کند. برای تقویت این همکاری خوشحالم اعلام کنم که سطح مأموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت هند ارتقا می یابد. از شما تشکر می کنم که امروز در کنار شما هستم. یک فصل نو گشوده خواهد شد و فصلهای تازه نوشته خواهد شد. صادقانه بگویم امید داریم که فصل تازه گشوده شود و فصل نوینی نوشته گردد. راه‌های گوناگونی برای خواندن و درک حمزه وجود دارد و باید به دنبال باوری باشیم که گفتگوها و تبادل نظر فراوانی در آن داشته باشیم. هشدار نظامی ایران: در صورت هر نوع اقدام نیروهای مسلح سلیح محکمتر به دشمن خواهد زد. محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور ایران گفت: در صورت شیطنت دوباره دشمن برنامه داریم. اگر دشمن دوباره شیطنت کرد، ما برای آن شرایط برنامه داریم و کاملا آماده هستیم و نیروهای مسلح هم سیلی محکمتر به دشمن خواهند زد. او اضافه کرد: ما برنامه لازم را تهیه کرده ایم و نگران خطای دشمن نیستیم.
معاون اول پزشکیان افزود ما قبل از جنگ 12 روزه به این نتیجه رسیدیم که باید در زمینه فناوری‌های نوین اقدامات بیشتری انجام دهیم و در این 3 تا 4 ماه گذشته در این زمینه پیشرفت‌های ناباورانه‌ای داشتیم. البته باید این مسیر را دنبال کرده و باید فناوری‌های پیشرفته را در اولویت قرار دهیم. محمود رازی رئیس دفتر حسن روحانی در دوره ریاست جمهوری نیز گفت ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره نابودی صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی چیز جز توهم و نمایش تبلیغاتی نیست. او ادامه داد در سایر موضوعات نیز رفتارهای ترامپ بیش از آن که نشانه سیاست ورزی جدی باشد رنگ و بوی نمایش دارد. دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها بر نابودی تأسیسات و فرود بر اثر حملات آمریکا تاکید کرده. نتانیاهو درباره آرزوی تولدش گفت مهار تهدید هسته‌ای ایران را گرفتم اما چند کار نیمه تمام مانده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همزمان با سال روز تولدش گفت که بزرگترین هدیه‌اش در این سال مهار تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است، اما تاکید کرد که هنوز چند کار نیمه تمام برای سال جدید مانده است. نتانیاهو از پیام‌های تبریکی مردم جهان به مناسبت تولدش قدردانی کرد و در پاسخ به پرسش درباره آرزوی خود در این روز گفت آنچه برای خودم آرزو می‌کنم همان چیزی است که برای کشورم می‌خواهم. او افزود امسال هدیه بزرگی گرفته‌ایم چون 40 سال از درباره مهار تهدید هسته‌ای از سوی ایران صحبت می‌کنم و امسال در ایران و منطقه کار بزرگی انجام دادیم و پیروزی‌های بزرگ به دست آوردیم. هنوز ما چند کار نیمه تمام مانده. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد که آرزوی اصلی او برای کشورش قدرت امنیت و صلح است. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه 29 میزان 76 ساله شد. آنچه برای خودم آرزو دارم همان چیزی است که برای کشورم آرزو دارم و فکر میکنم امسال یک تحفه بزرگ دریافت کردیم، زیرا در 40 سال گذشته من در مورد مهار تهدید هسته‌ای ایران صحبت کردم و ما امسال کار بزرگی در ایران و در منطقه انجام دادیم. دستاوردهای بزرگی داشتیم. البته هنوز چند مسئله باقی مانده که باید اصلاح شود. اما فکر میکنم آنچه را برای اسرائیل آرزو داشتم به دست آوردیم: قدرت، امنیت و تسلط. هشدار از درگیری تهران و تلاویو: احتمال جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود دارد. روزنامه دیلی سبا در گزارش تحلیلی درباره جنگ 12 روزه نوشت آتش‌بسی که به این جنگ میان حکومت ایران و اسرائیل پایان داد نه تنها ساختار تنش‌های منطقه‌ای را تغییر نداد، بلکه جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفته‌های بعد از آن خود را برای رویارویی احتمالی بعدی آماده کردند. دیلی سبا سه‌شنبه 29 میزان در این گزارش به نقل از ایال فرمانده ارتش اسرائیل نوشت: جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده و تهران ظرفیت تولید موشک و زیرساخت‌های پرتاب متحرک را گسترش داده است. این روزنامه تاکید کرد اینکه احتمال واقعی وقوع جنگ دوم چقدر است و هر طرف در آن مرحله چه اهدافی را دنبال خواهند کرد یا تا چه آستانه‌ای پیش خواهند رفت همچنان نامشخص است. دیلیبا نوشت در داخل ایران پس از جنگ با اسرائیل تمایل و اراده برای حرکت به سوی توانمندی هسته‌ای آشکاراً افزایش یافت. به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی با استناد به ضرورت وجود امنیت ملی توانست قوانین سختگیرانه‌ای را با آسانی تصویب کند، ده‌ها هزار پناهنده را اخراج و تدابیر امنیت داخلی فراگیری را اجرا کند. با این حال به نوشته دیلی سبا از دید اسرائیل تهدید جمهوری اسلامی همچنان جدی است و هرچند توان هسته‌ای ایران تا حدی کاهش یافته اما باز توان موشکی آن همچنان با قدرت ادامه دارد و بنابراین احتمال جنگ دوم کم نیست. این بود خبرهای این ساعت. تا ساعت خبری دیگر، خدا نگهدار.